سلام به دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. صافی بنزین قطعی است که جلوی ورودی ناخالصی ها به موتور رو میگیره، اما چه زمان باید تعویض کنیم؟ اگه احساس میکنید شتاب ماشین کم شده، روشن شدن ماشین سخت شده یا مصرف سوخت بالا رفته، ممکنه صافی بنزین گرفته باشه. معمولاً پیشنهاد میشه هر 30 تا 40,000 کیلومتر و بهترش رو بگم 20 تا 30,000 کیلومتر یا طبق دفترچه خودرو تعویض شود. یادتون نره تعویض به موقع صافی بنزین عمر موتور رو زیاد و مصرف سوخت رو کم میکنه. در ادامه با هم میبینیم که سر صافی بنزین چه بلایی اومده. ممنون از حمایتتون. لایک یادتون نره.